به پروژه نادل شوا خوش اومدین. در اینجا طرح جامع و نقشه هوایی این پروژه رو در اختیارتون میذاریم و امکانات این مرکز فوق‌العاده رو بهتون نشون میدیم. این پروژه در قلب منطقه میدان واقع شده که دسترسی محلی و دسترسی به اتوبان‌های اصلی شهر رو داره. در این پروژه بسیار سرسبز، زندگی در یک فضای لوکس و بسیار عالی رو تجربه می‌کنید. از جمله امکانات بی‌نظیر و زیبای این پروژه، سواحل شخصی درست جلوی در هر ویلاست که میتونید در ساحل آروم اون و درست جلوی منزل خودتون توی این سواحل شنا کنید. داشتن 4 پارک مختلف برای ورزش، مدیتیشن، پارک با تم حس پنجگانه و پارک‌های تفریحی از دیگر مزایای این پروژه است. تمام این پارک‌ها با فضای سبز زیبایی به هم متصل شدن. در این مجموعه علاوه بر سواحل شخصی، استخر اختصاصی، خانوادگی، استخر مخصوص کودکان، دریاچه‌های مخصوص برای شنا و استخر موجدار هم وجود داره. همچنین تسهیلات ورزشی منحصر به فرد و مناطق بازی امن و زیبایی برای کودکان هم در نظر گرفته شده. بازارهای فصلی، سینمای روباز و فضاهای مخصوص برای جشن و مراسم ساکنین از دیگر امکانات این پروژه است. جالبه بدونین که یکی از بهترین مدرسه ها در این مجموعه ساخته شده. موقعیت مکانی این مدرسه جوری ساخته شده که دارای دسترسی جداگانه است و این باعث میشه که از هر گونه ترافیک احتمالی در این مجموعه جلوگیری بشه. اینجا فاز 5 هست که نزدیک به مرکز مجتمع قرار گرفته. فاز 5 شامل مجموعی از واحدهای تاونهاوس 3 خوابه G+1 و G+2 تا ویلاهای لوکس 7 خواب است. امکانات ممتاز اطراف دریاچه و مجاور پارک مرکزی برای واحدهای 6 و 7 خوابه اختصاص پیدا کرده که یک تجربه خاص و رویایی در این منطقه سرسبز رو ارائه میده. اینجا دریاچه شمالی مجموعه با دید برج خلیفه است. این دریاچه برای ایجاد یک فضای خانوادگی صمیمی با استخر سایه‌دار کودکان و پول هاوس همراه شده که میتونید در اون یک زندگی لوکس و مهمان نوازی قابل رقابت با هتل‌های 5 ستاره رو تجربه کنید. فاز 5 همچنین از شمال تا جنوب شامل مناطق بازی کودکان است که با زیبایی طراحی شده. خیابان‌ها با حداکثر فضای سبز و درختان سایه‌گستر طراحی شده که به کاهش دما کمک می‌کنند. این فضای سبز با ویلاهای شیک برنز و خاکستری رنگ در پس زمینه نشان دهنده برند انحصاری مجتمع نادل شبا است. فاز 6 هم شامل تاونهاوس‌های 3 خوابه G+1 و G+2 تا ویلاهای 7 خواب است و همونطور که قبلا گفتیم امکانات خاص مجاور پارک مرکزی مخصوص ویلاهای 6 و 7 خواب است. استخر تفریحی، مسیرهای دوچرخه سواری، مسیرهای مختص دویدن و فضای سبز طوری طراحی شده که محیطی دلپذیر رو برای ساکنین ایجاد میکنه. طراحی این فاز به صورتی انجام شده که ساکنین میتونن از خونه خودشون منطقه بازی کودکانشون را هم ببینن. این فاز هم مثل فاز 5 سرتاسر با درخت پوشیده شده که نه تنها به کاهش دما کمک میکنه بلکه هدف اصلیش اینه که پیاده روی و دوچرخه سواری رو ترویج بده تا قابلیت‌های سلامتی مجموعه هم بالا بره. ویلاهای 7 خوابه دارای معماری مدرنه و با استفاده از سنگ و آلومینیوم طراحی شده. آشپزخانه اوپن، اتاق خواب‌های بزرگ، کف چوبی و رنگ خاکستری ملایم دیوارها فضای داخلی زیبایی رو برای زندگی فراهم میکنه. مساحت این ویلا 8615 اسکوئر فیته. 2 طبقه بالای کف زمین ساخته شده و مجهز به آسانسوره. طبقه همکف شامل فضای نشیمن خانوادگی، پذیرایی، ناهارخوری، آشپزخانه و اتاق مهمانه. به علاوه یک آشپزخانه پشتی، اتاق راننده، اتاق خدمتکار و اتاق لباسشویی. طبقه اول
دارای 4 اتاق خواب مستر و فضای نشیمن خانوادگیه. طبقه دوم شامل اتاق خواب اصلی، کمد لباس بزرگ و حمام مستر سوپر لوکسه. علاوه بر این، یک اتاق خواب مستر با تراس در این طبقه وجود داره. نمای جلویی ویلای بزرگ 6 خوابه معماری مدرن معاصر رو به نمایش میذاره که با استفاده از سنگ و صفحات آلومینیومی درست شده. نمای پشتی شامل پنجره‌های بزرگی که نور طبیعی رو به حد اکثر میرسونن. آشپزخونه باز نقطه مرکزی خونه است که با روکش بلوط اروپایی شیک و کاشی‌های زیبای عربسکات و اوروبیکو فضای شیکی رو تشکیل میدن. اتاق خواب‌ها به صورت بسیار آرامش بخشی طراحی شدن. حمام مستر با یک وان آزاد و کاشی‌ها با نمای سنگ طبیعی فضای بسیار زیبا و آرامش بخشی را تشکیل میدن. ویلاهای جی پلاس 2 6 خوابه در مساحتی با 7120 اسکوئر فیت ساخته شدند که مجهز به آسانسور هستند. در طبقه همکف فضای نشیمن بزرگ، ناهارخوری، یک آشپزخانه نمایشگاهی و یک اتاق مهمان وجود داره. این طبقه همچنین شامل یک آشپزخانه پشتی، اتاق راننده، اتاق خدمتکار و یک اتاق لباسشوییه. در طبقه اول 3 اتاق خواب مستر، یک اتاق خواب اضافی، یک اتاق خانوادگی و یک حمام مشترک وجود داره که فضای کافی و انعطاف پذیری رو فراهم میکنه. طبقه دوم به اتاق خواب اصلی اختصاص داده شده که دارای یک کمد لباس بزرگ و یک حمام مستر لوکسه. همچنین میتونید در تراس بزرگ اینجا با ویوی پانورامیک از منظره لذت ببرید. نمای جلویی ویلای بزرگ 5 خوابه معماری مدرن مشابهی رو به نمایش میذاره که با سبک برنز و خاکستری طراحی شده. نمای پشتی سقف‌های بلند و پنجره‌های سراسری داره که زندگی خارجی و داخلی خونه رو هماهنگ میکنه. در تمام طراحی داخلی خونه از تم رنگ‌های خاک و زمین استفاده شده که به محیط اطراف هماهنگی داشته باشه. پله آزاد ساخته شده از فولاد و چوب ظرافت و زیبایی منحصر به فردی به فضای داخلی خونه میده. مساحت این ویلا 5920 اسکوئر فیت هست و در سطح جی پلاس 2 ساخته شده که مجهز به آسانسوره. در طبقه همکف یک فضای نشیمن وسیع، ناهارخوری، آشپزخانه نمایشی و یک اتاق خواب مهمان مستر به علاوه یک آشپزخانه پشتی، اتاق راننده، اتاق خدمتکار و اتاق لباسشویی قرار گرفته. در طبقه اول 2 اتاق خواب مستر، یک اتاق خواب اضافی، یک اتاق خانوادگی و یک حمام مشترک برای تنظیمات مختلف زندگی وجود داره. طبقه دوم به اتاق خواب اصلی اختصاص داده شده که دارای یک کمد بزرگ لباس و یک حمام مستر لوکس. اینجا هم ساکنین میتونن با ویوی پانورامیک از تراس بزرگ لذت ببرن. حالا میریم سراغ ویلاهای 4 خوابه. این ویلاهای 4 خوابه هم معماری مدرن معاصر رو به نمایش میذارن و طرحهای برنز و خاکستری در واقع نشون دهنده برند انحصاری نادولچه-واست. نمای پشتی هم که در هماهنگی کامل با نمای جلویی قرار داره. مساحت این ویلاها 4735 اسکوئر فیت هست و در سطح جی پلاس 2 ساخته شده. در طبقه همکف فضای نشیمن، ناهارخوری، آشپزخانه نمایشی، سرویس بهداشتی، انباری و یک اتاق خواب مستر مهمان قرار داره. همچنین شامل یک آشپزخانه پشتی، اتاق راننده، اتاق خدمتکار و اتاق لباسشویی. در طبقه اول ساکنان 2 اتاق خواب مستر و یک اتاق خانوادگی دارند که فضای کافی برای استراحت و حریم خصوصی رو فراهم میکنه. طبقه دوم به طور اختصاصی به اتاق خواب اصلی وارد میشیم که دارای یک کمد لباس بزرگ و یک حمام مستر لوکسه. همچنین میتونین در تراس بزرگ این اتاق خواب از منظره پانورامیک لذت ببرید. حالا میرسیم به تانهاوس ها. نمای جلویی تانهاوس 3 خوابه جی پلاس 1 معماری مدرن با همان صفحات آلومینیومی و پنجره‌های بزرگ شیشه‌ای رو داره. بسیار روشن و دلبازه و ظاهر بسیار شیکی داره. نمای پشتی ویژگی‌های معماری مشابهی رو حفظ کرده
با مناظر زیبای حیات و فضای سبز. این تاون‌هاوس‌ها در قلب فضای سبز مجموعه قرار گرفتند. معماری داخلی ترکیبی از طراحی مدرن و بومیه. آشپزخانه مرکز تاون‌هاوس تلقی میشه و عناصر مختلف به کار رفته هماهنگی‌های زیبایی رو ایجاد میکنن. تاون‌هاوس‌های کناری سه خوابه G+2 3273 اسکوئر فیت و از تاون‌هاوس‌های میانی 3337 اسکوئر فیت مساحت دارند. تاون‌هاوس‌های G+2 مجهز به آسانسورن. طبقه همکف شامل سالن نشیمن وسیع، ناهارخوری، آشپزخانه خانوادگی، یک سرویس بهداشتی، اتاق خدمتکار و اتاق لباسشوییه. طبقه اول 2 اتاق خواب مستر و یک سالن خانوادگی داره. طبقه دوم به اتاق خواب اصلی اختصاص داده شده که دارای کمدی بزرگ و یک حمام مستر لوکسه. به علاوه تراس بزرگ با منظره بسیار زیبا. نمای جلویی تاون‌هاوس‌های سه خوابه G+1 امضای برند لوکس نادولچه را داره. ویژگی‌های معماری نمای جلو در نمای پشتی هم به کار رفته. به علاوه منظره زیبای سبز مجموعه. تاون‌هاوس‌های کناری سه خوابه G+1 2780 اسکوئر فوت و واحدهای میانی 2813 اسکوئر فوت هستند. طبقه همکف شامل فضای نشیمن، ناهارخوری، آشپزخانه خانوادگی و یک سرویس بهداشتی است، به علاوه یک اتاق خدمتکار و یک اتاق لباسشویی. در طبقه اول اتاق خواب اصلی با کمد لباس بزرگ و حمام مستر همراه با 2 اتاق خواب اضافی و یک اتاق خانوادگی قرار داره. یک حمام مشترک هم در این طبقه فضای کافی برای استراحت رو فراهم میکنه. حالا میریم سراغ قسمتی که همه منتظرش بودین، پرداخت و قیمت. برنامه پرداخت به این صورته: 80-20، یعنی 80% در طول ساخت و 20% در زمان تحویل که در سپتامبر 2027 هست انجام میشه. برای رزرو تاون‌هاوس و یا ویلا هم نیاز به 20% به عنوان پیش پرداخت دارین و همچنین 4% هزینه ثبت سند در اداره املاک. قیمت ها هم به این صورته: شروع قیمت تاون‌هاوس‌های سه خوابه از 4,180,000 درهم، ویلاهای 4 خوابه 10,810,000 درهم، ویلاهای 5 خوابه 12,310,000 درهم، ویلاهای 6 خوابه 15,560,000 درهم و ویلاهای 7 خوابه 22,320,000 درهم. برای دریافت اطلاعات بیشتر و یا ثبت نام حتما با گروه گلدن هیلز پراپرتیز تماس بگیرید. تیم حرفه‌ای گلدن هیلز پراپرتیز در تمام مراحل خرید در خدمت شماست.